عرض خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. امشب اومدیم یکی از مخوفترین مکانهای توی خراسان رضوی به اسم رزی. پیشینیان و گذشتگان این منطقه گفتن که در گذشته خانواده اینجا زندگی میکرده که حالا بنا به دلایلی توسط جنیان اذیت و آزار شدن و دونه بدون این اهالی کلا این منطقه رو ترک کردن و این منطقه خالی از سکنه است. الان دیگه امشب اومدیم خودمون رو به چالش بکشیم. هیچ کسی در این منطقه زندگی نمیکنه، خالی از سکنه است و افرادی که اینجا ناگفته نمونه پر از خفاشه، محلی که خفاشا اینجا زیاد زندگی میکنن و گذشتگان گفتن این مکانها بسیار 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 سنگین از نظر اقلیمی و محیطی. شما وارد خونه که میشین اینا همه رو مشاهده میکنین که به چه شکلی بودن. چرا داره امید؟ گفته شده کسایی که اومدن توی این اهالی و این منطقه ها به اصطلاح شغلی رو راه انداختن، بعد از چند سال با ورشکستگی مواجه شدن و هر کدوم از اونها کاراشون رو ول کردن و از این منطقه رفتن. حدوداً 40 یا 50 ساله که هیچ کسی دیگه توی این مکانا زندگی نمیکنه و هر کسی هم وارد این منطقه ها بشه از نظر روحی به مرور زمان به مشکل میخوره. بریم بیرون، بریم منطقه دیگه‌اش. برو داخل، برو. می‌بینین که کسایی که اینجا خونه ساختن تمامی لوازم‌ها رو همه رو ول کردن و رفتن. شما از لوله برق به اصطلاح نبشی، قوطی، هر چی شما اینجا ببینین متوجه میشین که بار رو بندیلشون رو بستن و فقط فرار کردن و رفتن. به محض این که ما وارد منطقه شدیم سنگینی منطقه رو کامل حس کردیم. یک رعب وحشت و یک سنگینی به خصوصی حس شد. حالا امیدواریم که شما این ویدیو رو ببینین و لذت ببرین. خراسان رضوی، روستای حجی، رزی. 20 سال پیش یه نفر اومد اینجا سوله رو به پا کرد، میخواست اینجا گاوداری و مرغداری اینا بزنه و مشکلاتی که واسش به وجود اومد کلا اینا همه رو رها کرد و کلا از این منطقه رفت. مشاهده میکنیم اینا البته کفتره. نه نگیرش، کارش نگیر آقا، کارش نگیر. بعد عرضم به خدمت شما میبینین که آبخور و سوله به کلی مشخصه. یعنی اینجا اومده بودن فقط واسه کسب درآمد که متاسفانه به مشکلاتی روبرو شدن و دیگه نتونستن کارشون ادامه بدن و این سوله و این همه خرج کردن و ول کردن و رفتن. میبینین که طول این سوله چقدر زیاده و چقدر بزرگه. این اینجا حیوونا رو کار نگیریم، کسی به حیوونا دست نزنه، کارش نگیریم. امید جان میشه ولش کنی؟ ولش کن. خیلی از مردم اینجا گفتن که اینجا جن به وفور پیدا میشه، دیده میشه و
باعث اذیت و آزار طرفین بعد از گذشت مدت زمان میشه. یعنی شما تایمی که بگذره و اینجا رفت آمد داشته باشی، اون اجنیان شما رو اذیت و آزار میکنن. گفته شده جغد و خفاش و کفتر اینجا زیاد داره، ولی ما تا الان ندیدیم که جغدی داشته باشه یا اینکه خفاشی داشته باشه. باز اومدیم وارد سوله و اتاق بعدی شدیم. خدا قوت. ساعت 3 بامداد اینجا. ماه و کوه که اینجا اصلا دیده نمیشه. « 45 دقیقه پیاده روی رسیدیم به قنات این منطقه. حالا این منطقه به قول را گفتنی یه قناتش مثل قدیم آب نداره، ولی این آب قابل استفاده است. اگر یه روزی مسیرتون افتاد اینجا حتما از این آب استفاده کنین، ولی قبلش حتما اینو بجوشونین. یک بسم الله هم بگیم که جناش بلند برن بیرون.